بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، من سید مهدی موسویان هستم از دمشق و توی این ویدیو همراه شما تا با هم بریم و قسمت دوم از آموزش ساخت اسپمر رو شروع کنیم. اگر یادتون باشه ما یک آموزشی ساخته بودیم تحت عنوان آموزش ساخت اسپمر ساده و کاربردی با پایتون که توی اون اومدیم با یک حلقه فور و کتابخونه پای آتو جی او آی به یه تعداد مشخص روی یک جای مشخص کلیک کردیم. زیر این ویدیو من یک کامنتی رو دیدم که خودم خیلی خوشم اومد و ایده جالبی بود. این بنده خدا میخواست که یک جای مشخص به تعداد مشخص در زمان مشخص کلیک بشه، اما زمان مشخص باید به میلی ثانیه یا میکروثانیه می بود که توی این ویدیو میخوایم با هم همین رو یاد بگیریم که چجوری یک آتو کلیکر بسازیم که در زمان مشخص به تعداد مشخص با زمان به واحد میلی ثانیه موس رو یک جای مشخص کلیک کنه. البته ما نمیخوایم کلیک کنیم چون کلیک رو توی جلسه قبلی آموزش داده بودیم. توی این جلسه میخوایم با هم یاد بگیریم که چجوری باید موسمون رو تکون بدیم، یعنی میخوایم به جای کلیک کردن موس رو به شکل جدیدتری تکون بدیم. خب وارد ویرایشگر کدمون میشیم. اینجا من ایمپورت میکنم پای آتو جی او آی. چرا نمیاره؟ از جی او آی. اینجا ببینم could not be resolved. بذارید با اینترپرتر 38 بریم. این از این. حالا میام ایمپورت میکنم، نه ببخشید، از کتابخونه دیت تایم ماژول ایمپورت میکنیم ماژول دیت تایم رو. حالا اینجا ما میخوایم فعلا اون کار با دیت تایم رو یاد بگیریم، ببینیم که چجوری باید میلی ثانیه رو دریافت کنیم. من گیت هاب کوپایلت رو غیر فعال میکنم، میزنیم که یه متغیر به اسم ناو میسازیم الان مساوی datetime.now. همین رو اجرا میکنیم. البته قبلش پرینتش هم میکنیم. همین رو اجرا میکنیم. من کلیر میزنم. پرینت خالی زدیم. پرینت now اجراش میکنیم. میبینید که این رو به ما داد. سال 2021 ماه هشتم که میشه ماه آگوست، روز 23 ساعت 12:43:59 و این عددی که میبینید، این عدد 6 رقمی میکروثانیه هست. یعنی ساعت 12:43:59 و 222713 میکروثانیه. حالا خب ما توی این قالب نمیخوایم میکروثانیه‌مون رو چیکار باید بکنیم؟ کلاس ناو یک تابعی داره به نام strf time که strf time یک قالبی رو میگیره از ما که برای مثال درصد h درصد s ادساین زدمش درصد s. این رو اجرا بکنیم ببینید 12:10 این 10 ثانیه‌مونه، این 12 ساعتمونه، یعنی با درصد h ساعتمون مشخص میشه، با درصد s ثانیه‌مون. حالا البته من اینجا این رو آرسترینگ میکنم. چرا آرسترینگ میکنم؟ همونجور که خودتون میدونید. بذارید من اینو کامنت کنم، یه پرینت جدید بسازم. پرینت همونطور که خودتون میدونید توی پایتون و همه زبانهای برنامه نویسی همچین چیزهایی هستن، \n \quote \double quote که من مثلا یا \t
که بک اسلش تی یک کاراکتر تب وارد میکنه، بک اسلش اند خط جدید، بک اسلش کد همون کد و بک اسلش دبل کد هم خب دبل کد طبیعتا. و این رو اگر اجرا بکنیم اینجا زدیم، اینجا مثلا من یک هلو میذارم که مشخص بشه. ببینید اینجا یک کاراکتر تب خط جدیده و اینا هستن. حالا من نمیخوام اینجوری مثلا بک اسلش تی به یک کاراکتر تب تبدیل بشه، میخوام خود بک اسلش تی پرینت بشه. چیکار کنم؟ میام اینو تبدیل به آر استرینگ میکنم. اجراش که بکنم میبینید دقیقا اینو چاپ میکنه، یعنی دیگه اینها رو اعمال نمیکنه. خب توی پایتون هم چیزهای مختلفی هستن بدون بک اسلش و به جاش با درصد، که مثلا درصد اف من آر استرینگ رو بردارم چاپش کنم، میبینید هم درصد اف رو چاپ میکنه. چرا؟ چون درصد اف مال فرمت استرینگه که ما الان مبحثمون نیست، کاری بهش نداریم و تو جلوتر باهاش کار داریم توی همین استیارفتا. میام این توضیح آر استرینگ بود، برای اینکه اینا اعمال نشن میایم آر استرینگ میذاریم. میام مثلا اینجا 2 نقطه میذارم، درصد ام، مینت رو هم چاپ میکنم، دقیقه رو هم چاپ میکنم، این ساعت دقیق. حالا برای اینکه میلی ثانیه رو به دست بیاریم چی کار باید بکنیم؟ میکرو ثانیه، ببخشید، میکرو ثانیه با علامت درصد اف کوچیک. دقت کنید که افتون باید کوچیک باشه، اینجا باید اس و ام و اچ بزرگ باشه، اینجا باید اف کوچیک باشه. لیست کامل اینا رو هم زیر ویدیویی که همه الان دارید میبینید، توی ویدیو داره نمایش داده میشه لیست کامل اینها. این در واقع فلک بود، چی میگفتن یادم نیست. در لیست کامل این علامت ها رو، این رو که اگر اجرا بکنیم، من چند دور اجرا میکنم اینجوری پشت سر هم کلیک میکنم، میبینید که مثلا این 3 تا اجرا که ثانیه شون یکسانه. خب طبیعتا اینا همزمان نبودن دیگه، یکیشون 182 هست، 106 402 404 615 453. همطور که گفتم این میکرو ثانیه مونه، پس میکرو ثانیه با اف کوچیک مشخص میشه. حالا برای اینکه اینو تبدیل کنیم به میلی ثانیه چی کار کنیم؟ میایم اینجوری میزنیم now.strf، من اینو کپی میکنم، میلی سکندز مساوی این درصد اف، اما با یه تفاوت اساسی. میایم خروجی اینو تبدیل به اینتجر میکنیم، خب بعد ضرب در 1000ش میکنیم که این میکرو ثانیه همون تبدیل به میلی ثانیه بشه. الان من اینو چون اچ و ام و اس نیستن، من اینو اف استرینگ میکنم که خیالم راحت باشه و اینو دیلیت. ای بابا درد سرش. اینو میزنیم میلی سکندز، اینو اجرا میکنیم. میلی سکندمون چرا اینجوری شد؟ ضرب در 1000 مگه نباید میکرد؟ آها ببخشید، تقسیم بر 1000 باید میکردیم که راوندش هم میکنیم. اینت در واقع اینت خود اینت راوندش میکنیم، راوند میکنیم، اینو اینجوری چاپش میکنیم. اینها این الان میلی ثانیه ماست، میبینید این واحدش میلی ثانیه است، این واحدش میکرو ثانیه است، یعنی خود درصد اف میکرو ثانیه میده. توی کتابخونه دیت تایم و ماژول دیت تایم و تابع استیارف تایم هیچ علامتی برای میلی ثانیه گذاشته نشده، همین میکرو ثانیه هست فقط، که میتونیم هم به همین سادگی تبدیلش کنیم به میلی ثانیه. حالا ما میخوایم باهاش یه اسپمر بسازیم دیگه. البته اسپمر که نمیخوایم، فقط موسمون رو جا به جا کنیم. سر
زمان مشخص. من مثلا میام به جای اینکه اینو پرینت کنم اینو میریزم توی یه متغیر که تایم مساوی این، زمانمون مساوی اینه. بعد میام میگم فور که نه، وایل ترو میذارم یا وایل بی نهایت، وایل ترو که ناو تایم ناو رو از اول میگیره، هر بار از اول این ماجرا رو تکرار میکنه. اینتر میزنم، کنترل وی میدم، اینا رو یه تب میزنم میره اینجور اینجوری. بعد میگم مثلا این ساعتش رو بر میدارم، میگم if اگر که تایممون if تایم مساوی شد با این زمانی که میخوایم، یا فعلا یه پس میذاریم. if تایم مساوی شد الان 52 دقیقه است، میزنم مثلا if تایم مساوی 54 دقیقه و مثلا 50 ثانیه و چند میلی ثانیه، 365 میلی ثانیه شد. اینجا باید 2 تا مساوی بذاریم. اگر زمانمون این شد بیا چی کار کن، بیا پای آتو جی آی رو با نام جی آی ایمپورت کردیم دیگه، جی آی دات موو ببر اینو چیه اینو موو کن به چه مختصاتی، مثلا 100 200. این کار رو قبلا انجام دادیم، همین رو اجرا میکنیم. ببینیم الان 54 داره میشه کم کم. 50 میکنم، 50 میکنم 30. اجراش که بکنیم اینجا رو دقت کنید، بالای صفحه رو 54 1 2 3 4 بذارید اینو تبدیلش کنم به 15 13 14 15 که شد. دیدید موس تکون خورد. 100 200 رو نمیزنم من، اینو چیکارش کنم آخه الان؟ سطل آشغالم نمیشه زد، دیباگ کنسول اینها، کنترل سی میدم. بعد از این میگم بریک کن، بپر بیرون از حلقه‌مون، از حلقه وایلمون. اینو یکم میارمش پایین تر خد مزاحم نباشه، کلیرم میدم. الان شده، بذارید زمانو بگیم خودش بگیره. میزنیم به جای اینکه خودمون تعیین کنیم تو کد، خودش ورودی بگیره زمانو دیگه. میگیم موو تایم، متغیر موو تایم مساوی کن با این چیه، اینپوت کن با چه متنی، اینتر د موو تایم، قالبش هم میزنیم اور نببخشید مینت سکند دات میلی ام اس میزنیم به جای میلی سکند اس 2 نقطه اینو میذاریم. بعد اینو میزنیم if تایم مساوی شد با move time. اینو نیاز هست گلوبالش کنیم؟ نه دیگه احتیاج نیست. راش که بکنیم اینتر موو تایم. الان 56 دقیقه است، میزنم 56 دات 56 و 20 که نه 50 ثانیه و یه عددی میزنم 578 میلی ثانیه. الان
موس ما تکون خورد اومدیم پایین. حالا میخوام این موو رو یه ذره شخصی سازی کنم، بگم به جای این کار طی 1 ثانیه برو. یعنی اگه موس اینجاست 1 ثانیه طول بکشه تا از اینجا آروم سر بخوره بیاد این پایین. یا بذارید اینجا پوزیشن مشخص نمیخواد، همین 100-200 خوبه. اینجوری میشه موو تایم رو مشخص کرد. الان من میام یکم تنبلی میکنم، دقیقه رو هم حذف میکنم، فقط ثانیه رو میذارم، چون ما که دقیقه رو میدونیم الان دقیقه فعلی هست. شما اگه خواستیم توی اون زمانتون استفاده کنین اینا رو ما دیگه نیاز نداریم. چی شد؟ خراب شد. اینا رو ما دیگه نیاز نداریم. اگر خواستین خودتون میتونین بذارین راوند اینت ناو بر 1000 استات میلی سکند. جوری اجراش میکنیم ببینیم ثانیه الان 9 میزنم مثلا 20 و 456. موس رو دقت کنید، حواستون به موس باشه. میبینید سر خورد آروم از این وسط اومد اینجا. این شکلی میشه موو. اگه که یه تابع سوم بدیم، این ببخشید تابع گفت آرگومان سوم بدیم، این میتونه اینتجر باشه مثل الان که دادیم، میتونه هم فلوت باشه مثلا نیم ثانیه. F11 چرا زدم؟ نیم ثانیه باشه. این رو اگر برای اینکه من معلومم بشه که دقیق همون زمانه، میگیم هر بار که چک میکنی پرینت هم بکن تایم. هر بار که چک میکنی تایمو پرینت هم بکن. اجراش میکنیم. الان چند ثانیه است؟ 14 16 17 18 20 میزنیم مثلا 30.567. میبینید هی داره چاپ میکنه برامون که الان زمان چنده. میبینید تا به 567 رسید موس تکون خورد. خب پس مطمئن شدیم برنامه‌مون دقیقه و یه چیز جالبی هم فهمیدیم. یه حلقه وایل ترو چندین بار توی 1 میلی ثانیه تکون میخوره. حالا ما اگر این تقسیم بر 1000 رو برداریم بایدمون میشه میکروثانیه. خیلی راحت و ساده اینجوری میتونیم انجام بدیم کار. توی این ویدیو یاد گرفتیم که چجوری یک برنامه‌ای بنویسیم که توی یک زمان خاص کاری رو انجام بده. یعنی مثلا موسمون رو تکون بده. مثالی که توی این ویدیو استفاده کردیم تکون خوردن موس بود. برای اینکه تعدادش رو مشخص کنیم میتونیم به جای حلقه وایل از حلقه فور استفاده کنیم. این هم میشه، این کار رو هم میشه انجام داد. خیلی ممنون که تا انتهای ویدیو همراه ما بودید. سابسکرایب، لایک و زنگوله فراموش نشه. تا ویدیو آینده، خدا نگهدار.